اگر من فکر میکردم که این روز دنیا با آخر میرسد یک کاری ثواب میکردم که تو که در برای من در آینده اگر چی کار ثواب میکردی؟ مثلا اون به یتیما یاردم رسوندم. خطی فرزندم دیگه همه خطی خیرخش میکردم و دوستداری میکردم. خدا رو فقط زورا میکردم خدا بر اوخی نرسه که بچه دخترای موینده شبن نواسامون همه اهل اولاد همه بودم و دنیا تنج امونی باشد میفورم. اگر میدونستم که زندگی امروز به آخر میرسد من مهمترش بیچارگان یتیمان رو دستشون میگرفتم، کار خیر میکردم، به نزد پدر و مادرم میبودم، به نزد یار دوستان نزدیکان دیدن اونها رو شاد میکردم. اخیران وقت‌هایی که در تاجیکستان خیلی زندگی وزنین شده ایستاده است، ولی که وقتی که زندگی به آخر رسید ما فقط از خداوند مدعا از خدا طلب میکنیم که خدا ما رو به جای مثلا به آن دنیا به جای نقص فرستاند که ما حالا در این دنیا خیلی عذاب‌های وزنین دیده ایستاده ایم، ولی از اون دنیا ما چیزهای نقص به امید داریم. ابو سعید ابوالخیر میگه که می نوش که عاقبت به خیر است را. اگر در همین دنیا ساعت ها و لحظه های آخرین عمرم اگر می بنوشی عاقبت به خیر است. آخران روزی زندگی بله. حرکت میکردم که گپی بد نزنم که منو به بدی یاد نکنم، فقط به خوبی یاد کنم. میرفتم خانه پیش فرزندان، پیش اویلم، پدرم، مادرم. میخواستم که زندگی آخر نشود، با دوام شدن گیرد تا آخره. حیات چیز شیرین برای همین من چگم آخر هر کس نیت میکند که روزی ناز گذرد، حیات هیچ کم نشود، فقط برای ما حیات رفتن گیرد هر روز.